پیغمبر خدا گفتن ای مردها، خطاب به سوی مردهاست، شما کنیزکان خدا را نزنید. اما الله اشاره به سوی زنهاست، شما زنها را نزنید گفت پیغمبر. اما الله را محدثا میگویند که در همین لفظ اما الله پیغمبر زنها را کنیزکان خدا خواند. گفت کنیزکان خدا را نزنید. میگوید یک روز بعد آنه که پیغمبر سفارش داد که مردها زنها را لت و کوب نکنید، اینها کنیزکان خدا هستند، مردها دیگر زنها را نزدند، زنها را نوازش میکردند. بناگاه روز حضرت عمر پیش پیغمبر خدا آمد و گفت پیغمبر خدا، این زنها از روزی که ما اینها را آداب نمیدهیم، اینها را نمیزنیم، بالای مردها دلیر شدند، مردها را دیگر گوش نمیکنند. زئرن النساء، زئرن به معنای دلیر شدند. فرخص رسول الله صلی الله علیه و سلم فی ضربهن. پیغمبر وقتی این شنیدن غمگین شدند، گفتن نخواد که زنها شوهرها را به حرمتی کرده باشند، نخواد که من اونها را رخصت دادم که اینها را نزنند، اینها بازم این باز مردها را به احترامی کنند. از این خاطر پیغمبر نزد عمر گفت اونها را برای آنه که آداب گیرند و شما را احترام کنند زنیدشان گفتند. لیکن چگونه زنید؟ پیغمبر گفتند وضربهن ضربا غیر مبرح. غیر مبرح معنای این دارد که نه چندان سخته، یعنی زنها را برای آداب، برای احترام شما. اگر مبادای اونها گردن کشی کردند، اونها شما را احترام نکردند، برای آداب چنان زنید نه چندان سخته. حتی در بعض روایت ها میگوید که پیغمبر خدا گفتند با همین دست ها در جای ملایمی زن، یعنی در دنبه وی زنید. این هم یک غمخواری اسلام است، این هم یکی از حقوق زن هاست.